خب بیننده‌های عزیز، ادامه برنامه نورافکان است. کسانی که تازه به شبکه ما پیوست شدن بار دیگر خاطررسان میکنیم که در مهمانی ما قرار دارند هنرمند خوش صدا و خوش سیما گلاسال پولوتووا. بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و میخوام بپرسم، مثلا وقتی ما یکم بار برنامه ثبت کردیم خیلی دوبل های زیاد کردیم یا اینکه به صحنه کلام برآمدیم ترس و هراس زیاد داشتیم. هر نفری که بار اول با چه کاری مشغول میشد خیلی ترس و هراس دارد. بیاید از درباره اولین بار برآمد کردن شما قصه کنیم که یعنی حسیات چگونه بود؟ ممکن ترس و هراس شما علاقه رفتگی باشد و باور کنید من تا حال که به صحنه برآمد میکنم باور کنید من در خودم نمیشم که نمیشنم که ممکن نام چی گفته پرسید من جواب نتونم. باور کنید دست و پای من میلرزد. وقتی که یکم به صحنه برآمد میکردم، وقتی که در کودکیم باور کنید شرم نبود با فکرم یا ترس نبود. باور کنید البته وقتی که آدم کلانتر میشد مسئولیت بسیار احساس میکنید. البته اگر من دانم که در همون برآمد میکنم در همون تالاری که استادان صنعت نشسته باشند، باور کنید من چه خیلی در هیجان میشم و هر یک صنعتکار به فکرم تا آخر به صحنه برآمد میکند هیجان فرا میگیرد و خلاص. این هیجان یک مثلی مسئولیت حس کردن هنرمند است. درست به فکرم وقتی که شما حس میکنید مسئولیت رو، این البته به کار شما خوب است، لیکن یگان صحنه یکی نیست که حتی مردم کم باشن، حتی 10 نفر باشن. سرود میسرایم البته من در هیجان میشم و خلاص. یعنی پس با مخلصان شما میگویم که اگر وقتی در کنسرت گلاسال رو دیدید و به او سوال دادید یا گفتید که میخوایم با شما عکس گیریم و از جانب گلاسال به اهمیتی شد، نرنجید زیرا که در ترس و هراس هستن پیش از برآمد کردن. ترس و هراس کیف مرا ترک میکند. این وقتی که برآمد میکنم اما یک چهار مصرعی که سرودم رو میخوانم و دیدار میبینم مخلصان یا اینکه کفکوبی های زیاد البته بولیده رو هستن، چهره کشوده دارم، چشمانی پر از مهرشان رو میبینم میرد از من. بعد خرسندی میشد، رقص میکنیم البته با همراهی مخلصان. یعنی این هم باز یک اشاره بود که در کنسرت شما باید با طبع بولیده باشید. یعنی شما گفتنید که صحنه سیر خود رو دارد. سیر خود رو دارد. تا برآمدن صحنه شما خودتون نمیدونید و بعد برآمدن وقتی که مخلص رو میبینید همش خوب میشه. زندگی هنرمندان البته پر از واقعه و رویدادهای عجیب است. آیا بار شده است که در صحنه هنر، چون امروز توسط فونوگرام هم میخونن سرگردان، فونوگرام قطع شده باشد، اون من همین حالت ها شده است یا افتیده باشه؟ شاید در صحنه افتیده باشه. خدا نگاه من از دو چیز میترسم، از افتیدن. من از یک چیز میترسم که پیش از صحنه برآمد کردنم الهو نه افتم نه غلطم. این باور کنید این از همه به فکرم چیزی بی‌زیب است، لیکن افسوس که بعضی میشد. لیکن در روشی کاری من یگان بار نشده است که فونوگرام قطع شده باشد. چون گفتید در دهه به وی رسیدم، از کدام حیوانات خانگی میترسید و یا کدام حیوان خانگی را دوست می‌دارید؟ به غیر از باور دارم این گونه سوال ها یعنی مخلصان شما نیز میخوان درباره شما بیشتر دونن. در ده کلان شدگی هستم گفتم من همون تیز میدود که کلاس چی باور کنید از همون میترسم. با فکرم میمورم ده منو بینم باور کنید. لیکن از یگان حیوانایی که خانگی است از یگان تش نمیترسم. حتی چند بار سگ گزیدگی هست و لیکن نمیترسم باور کنید. از گاو و اسب و از یگان تش. گلی دوست داشته شما کدام است؟ البته در اینجا نبوده 100 برگ. 100 برگ. بله، چون فردا شما کنسرت دارید مخلصانتون من باور دارم که گل 100 برگ زیاد برای شما تحفه میکنن. مخلصان من خودشون 100 برگ هستن برای من، خودشون گل هستن. چهره هر یکی اونها برای شما البته چون گل 100 برگ است.